چرا حضرت علی علیه السلام در خانه نشسته، خانه هم که کوچک بوده، بزرگ نبوده، و دیده که در خانه حضرت دارن میخوانن، صدا میزنن، حضرت رو میخوان، حضرت خودش نمیاد پشت در و همسر باردارش را میفرسته پشت در. این با مروت و جوانمردی جور در نمیاد و عدالت علی علیه السلام را زیر سوال میبره. اخیراً در فضای مجازی شبهاتی رو پیرامون فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم که به صورت گسترده منتشر میشه. به نظر میاد یک کسانی این شبهات رو مطرح کردن، سواد تاریخی ندارن، مطالعات تاریخی ندارن، منابع رو ندیدن، زحمات علمای شیعه رو در خصوص تاریخ و زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها در این زمینه آثاری نوشتن ندیدن، رصد نکردن و برای زندگی چند صباح دنیا شبهاتی رو مطرح میکنن که سالها قبل مطرح شده و به اینها پاسخ داده شده. یکی از این شبهاتی که مطرح کردن بر این نکته تأکید دارن که حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه باردار بودن پشت در رفتن، چرا غیرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اجازه داد که این زن و این بانو با اینکه حامله هست پشت در برن؟ اگر این کارو نمی‌کردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون میرفتن، شاید این اتفاقات نمی‌افتاد. در پاسخ به این چند تا نکته حائز اهمیت. نکته اول این که چندین مرحله هجوم اتفاق افتاده، یک بار نیست. بار اول در زمان بعد از رحلت پیامبر چند روزی نگذشته بود، عده‌ای اومدن که از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و کسانی که همراه اونها هستن بیعت بگیرن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون پشت در اومدن و بعدش حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در اومدن و در واقع در رو باز کردن و با اینها صحبت کردن. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامه و سیاسه اینها رو ثبت و ضبط کرده. در جلد اول مخصوصا اون بحث‌های اولیه مربوط به سقیفه و هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو به خوبی ترسیم کرده و بیان کرده. خوب این کسانی که چنین شبهاتی رو مطرح میکنن حداقل یک بار تاریخ رو بخونن، کتاب و آثار تاریخی چه شیعه چه سنی. ابن قتیبه دینوری یکی از این منابع اهل سنته که کتابش با عنوان تاریخ خلفا یا الامامه و سیاسه هست، صریح اشاره میکنه که در اون روزهای اول امیرالمؤمنین علی علیه السلام پشت در اومدن، در رو باز کردن و بعدش حضرت صدیقه طاهره اومدن پاسخ اونها رو دادن و اینها برگشتن. 50 روز بعد از رحلت پیامبر هم مرحله دوم هجوم بود که اینها اومدن از اون فضای تحسن امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها و شیعیان در واقع میترسیدن، هجوم بعدی رو انجام دادن. در همون روز هم 3 مرتبه اینها اومدن. بار اول خالد رو فرستادن، خالد ابن ولید که برگشت. بار دوم مغیره ابن شعبه اومد که برگشت. در این 2 مرحله هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام پاسخ اینها رو دادن و بار سوم در همون روزی که اتفاق افتاد اینها رفتن لشکری جمع کردن، اومدن در خونه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اینجا حضرت صدیقه طاهره به عنوانی که کسی که تکلیف داره از امام دفاع بکنه، از حق همسرش دفاع بکنه، از ولایت الهی دفاع بکنه، کسی که قبلش هم در خونه اهل بدر انصار و مهاجران برای همین رفته بود. چرا؟ چون به تعبیر منابع اهل سنت مثل مسعودی بیان میکنه حضرت صدیقه طاهره دارای شأن و مقام و منزلتی بود به دلیل اینکه همسر علی ابن ابی طالب بود و به دلیل اینکه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، در بین مردم جایگاه و منزلتی داشت. لذا اون جایگاه و منزلتی که حضرت صدیقه طاهره داشتن از اون استفاده کردن، در خونه انصار و مهاجر و اهل بدر رفتن که حق علی ابن ابی طالب رو یادآوری بکنن. اگر این کار رو نمی کردن امروزه ما طلبکار بودیم که چرا از حضرت صدیقه طاهره چنان شأن و مقام و منزلتی داشتن این کار رو نکردن و حالا اینکه این کار رو با تدبیر انجام دادن. اینجا هم در خونه امیرالمؤمنین وقتی مهاجمان اومدن آتش بزنن ولو با زور به هر صورتی از اینها بیعت بگیرن، حتی تهدید به قتل کردن که اگر علی بیعت نکنه
او را میکشیم، خانه او را آتش میکشیم. به تعبیر بلازوری با شعله از آتش اومدن. الان حضرت صدیقه طاهره در این مرحله تکلیف شرعی خودش میدونه، به دلیل اون جایگاه و منزلتی که داره اومدن پشت در و با اینها صحبت کردن و اتفاقا صحبت‌های ایشون روی برخی ها تأثیرگذار بود و عده‌ای برگشتن گریه کردن، گفتن ما چنین کاری رو نمی کنیم. و اتفاقا صحبت‌های حضرت صدیقه طاهره رو وقتی که برخی از مهاجمان شنیدن، کسی که از طرف ابوبکر مأمور بود، عمر بود و همراهش مغیره و دیگران بودن، به عمر برگشتن گفتن این کسی که پشت در صحبت میکنه و حق علی ابن ابی طالب رو بیان میکنه فاطمه دختر رسول خداست. و اون برگشت گفتش که اگرچه فاطمه باشد، بنابراین اون وظیفه و تکلیف شرعی خودش رو میدونسته و اگر این کار رو نمیکرد امروزه شما خورده میگرفتید که چرا چنین کسی که چنین پایگاهی داره از شوهرش دفاع نکرد. و ایشون هم همین کار رو انجام داد و از همسرشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام دفاع کردند.